دوستی که من اومد روی سنک توضیح بده، این چیزایی که شنیدید یه مقدار انگار ویرچوال ریالیتیه برای بچهای پلی‌تکنیک، چون که این اتفاقا نمیفته برای ما که یه استاد داشته باشیم خیلی کانتکتش خوب باشه با دنیای خارج. دوستامون تو شریف مزیتی که دارن اینه که یه پیج دارن انتهاش نمیشه داد شریف.ir. ما یه همچین چیزی هم نداریم اینجا. یه چیز خوب دیگه هم که دارن این که یه ایمیلی دارن که آخرش نوشتهش @shariff.edu. ما این هم نداریم که خیلی بده واقعا. حالا من شروع میکنم که یه ذره واقعی‌تر کار کنیم. من خودم معرفی میکنم. من معین علیزاده هستم، دانشجو لیسانس دانشکده پلیمر. حالا معدلم خیلی نگاه نکنید. تافلم 105، زیاری هم رو همونطور که می‌بینید، وربالم 149، کوانتی 169 و رایتینگ هم 3.5. اوکی، نگاه کنید من چند تا اپلای کردم، چند تا اولش همش ریجکته. یه الگوریتم خاصی که من استفاده کردم اینطوری بود که یه جورایی ایوالویت کردم، نگاه کردم ببینم که خودم چی دارم، چه نمره‌ای دارم، چه تافلی دارم. بعد از رو اون اومدم دانشگاهامو انتخاب کردم. اومدم مثلا از بالا که نگاه کنید مثلا رایس دانشگاه 21 کمیکال انجینیرینگه یا پنستیک 28 مثلا. اومدم یه دو تا خوب برداشتم. آخرش که نگاه کنید مثلا دو تا دونه رو به پایین، مثلا وندربیلت 150 رنگش. همه جوره انتخاب کردم و می‌بینید که همچین جواب خوبی هم نگرفتم. البته یه موضوع اصلی که بود این که تجربه‌ای که شما الان کسب کردید تو این جلسه رو من نداشتم. مثلا کانتکت خیلی مهمه. همینطور که می‌بینید بچه‌ها زنگ میزنن، ایمیل میزنن. این حجم کانتکت رو من برقرار نکرده بودم. دو تای آخرام که می‌بینید دانشگاه کانادایی هستن، دانشگاه مکمستر واترلو. خیلی رنگ خوبی ندارن، 150 140 اینا. معروفن، رپیوتیشن خوبی دارن، ولی خب رنکینگشون خوب نیست. اینجا می‌بینید که خیلی راحت مکمستر ریجکت کرد. واترلو هم یه آفر مستر اف انجینیرینگ داره. چیزی که حالا در مورد دانشگاه کانادا است رو جلوتر توضیح میدم براتون. حالا من چرا فکر میکنم که ریجکت شدم تو اینجا؟ حالا از اول صبح تا حالا این اکسپت‌های خوبو دیدی، من چند تا ریجکت بهتون نشون میدم. اولا که من پلیمر انجینیرینگ میخونم. کجا اپلای کردم؟ کمیکال انجینیرینگ دیپارتمنت اپلای کردم. انگار که این بچه‌هایی که کمیکال انجینیرن برای کمیکال انجینیرینگ میرن بهتره. انگار که من از این دیسیپلین دیگه، دیسیپلین پلیمر میخوام برم برای دیسیپلین کمیکال انجینیرینگ. انگار که اینا فکر میکنن که اینا دو تا رشته مختلفن. به خاطر همین اهمیتی که به شاید یه رشته میانی بدن خیلی خوب نیست. الان توصیه که میکنم اگه بچه‌ای هست که تو جمع سال اول چیزی هست رشتهشو عوض کنه. اگه پلیمر میخونه از پلیمریا میبینم چند تا خجالت نکشن دستشون میتونن بلند کنن. رشتهشون عوض کنن، یه رشته‌ای بخونن که معقوله، کمیکال انجینیرینگ بخونن. اگه هواپزا میخونید، حالا من دیدم اینو، کسی که هواپزا میخونن مثلا نگرانن که آقا نمیدونم صنایع دفاعست و به ما گیر میدن و به ما ادمیشن نمیدن، از این حرفا بعد میان مکانیکال انجینیرینگ اپلای میکنن. باز دوباره انگار دیسیپلینشون فرق میکنه، یه جوری سخت میشه براشون. علت دوم که در واقع ریجکت من زیاد بود این که من خیلی کانتکت خوبی برقرار نکردم. مثلا دانشگاه مکمستر من دسامبر سابمیت کردم، احتمالاً ژانویه مثلا ریجکتم کرد خیلی سریع، چون که با هیچ استادی هماهنگ نکردم. البته این 5 6 تا استاد ما ایمیل زدیم ولی خب دیگه جوابم نگرفتیم. نکته سومیه که در واقع هم مسئله رپیوتیشن استاداست. وقتی استاداتون رپیوتیشن خوبی ندارن، ریکامندیشن های خوبی هم نمیدن، شما شانستون باز کمتر میشه. چون میاد ریکامندیشن رو میخونه و واقعا حس میکنه که زوری بهت ریکامندیشن داده. نکته آخر اینه که تو همه آمریکا ها من برای پی اچ دی دیرکت اپلای کردم و دیدم که بعضی شانس مستر رو هم امتحان کنم. حالا 3 تا اکسپت گرفتم، خیلی بد نبوده. من از آیندهوون اکسپت گرفتم با تویشن فی ویو شده 5000 تا در سال. آلبرتا گرفتم و مکگیل گرفتم که البته هنوز فاند نداره. جهت تشکر از یکی از اساتید من ریکامندیشنش هم براتون گذاشتم که ببینید چقدر زوری بهم ریکامندیشن داده. میخونم I am writing this letter of recommendation to support Mr. M. Alizade's application to pursue his studies toward a master's degree in your school. I have known Mr. Alizade since winter 2011 when he attended my class, physical chemistry or polymers, as a bachelor degree student and ranked number 1 and received a special prize for this achievement.
Accordingly I granted to write him a recommendation letter. یعنی که به خاطر نمره اینطوری ما ریکامند کردیم که خیلی تشکر میکنم از این استاد. استاداتون خیلی معروف نیستن، سعی کنید که خیلی از استاد خاصی ریکامندیشن بگیرید، از استادی که باهاش پروژه کار کردید ریکامندیشن بگیرید. خیلی خلاصه میگم دیگه البته، و متن خوبی بنویسه، نشون بده شما آدم اکتیو بودید. قبلا هم بچه‌هایی که اومدن درباره ریکامندیشن صحبت کردن. حالا من میخوام بیشتر فوکوسم روی کانادا باشه. این یک شعری بود در واقع زبان مال همه کسایی که تو این جمع هستن، چه اونایی که میان بالا حرف میزنن چه اونایی که اون ور نشستن. اینم میخونم، بچه‌ها درخواست کردن. آنها که میروند وطن فروش نیستند، آنهایی که میمانند هم عقب مانده نیستند، آنهایی که میروند نمیروند اون طرف کش مشروب بخورند، آنهایی که میمانند نماندند که دینشان را حفظ کنند، همه آنهایی که میروند سبز نیستند، همه آنهایی که میمانند پرچم به دست ندارند، آنهایی که میروند یک ماه مانده به رفتنشان غمگین میشوند، یک هفته مانده میگریند و یک روز مانده به این فکر میکنند که کاش وطن جایی بود برای ماندن. آنهایی که میمانند تا وطن را جایی برای ماندن کنند. امیدوارم که همینطوری باشه، چون انگار بچه‌ای که اونجا نشستن فکر می‌کنن که میان بالا خیلی کولن، خیلی آدم خوشبختن، خیلی خوشحالن، دیگه به آرزوشون رسید، ولی خب اینطوری نیست واقعا. اوکی، الان می‌خوایم در مورد کانادا و فرصت‌هاش صحبت کنیم. اول از همه من نقشه کانادا رو نشون بدم بهتون، ایالتاشو ببینید. از چپ راست اونایی که معروفه رو فقط میگم: کبک و اونتاریو، منیتوبا، ساسکاچوان و آلبرتا و بریتیش کلمبیا. زیرا رو میشه زندگی کرد، بالا خیلی سرد هستن دیگه، فکرش هم هست. شهرهای معروف هم اینجا معلومه، حالا ونکوور تو بریتیش کلمبیا است، ادمونتون و کلگری تو آلبرتا است، ساسکاتون تو ساسکاچوانه، تو اونتاریو حالا تورنتو از اتاوا از یاده، توی کبک و مونترال. اولین ایالتی که من ایالت کردم، اولین ایالتی که بررسی کردم اونتاریو است، چون مثلا در واقع بزرگتر و معروف‌تره. پرچم ایالت اونتاریو هست. ایالت اونتاریو انگلیس زبان هست و مرکزش هم تورنتو هست. ترجیح دادم شما شرایط آب و هوایی تورنتو رو هم ببینید. نگاه کنید در ژانویه، فوریه، مارس زیر صفر هست، اوریج لوش رو فقط نگاه کنید. دسامبر هم منفی است، هوا یه ذره سرده. اگه الان بخواید تصمیم بگیرید که جا هم براتون مهم است، ولی خب قشنگه. دانشگاه تورنتو دانشگاه اول کاناداست، بهترین دانشگاه کاناداست. رنکینگش رو آوردم براتون ببینید. رنکینگ نشنالش اول تو تایمز هایر ادویکیشن 19 هم بوده، 21 19 25 تو این هول و حوشه. خیلی جای بالاییه، یه سر گردن کلن از کل کانادا بالاتره. دانشگاه مکمستر نشنالی رنکش 10-12 است. وبومتریکس میگه که به هر حال 10 یه ذره وبومتریکس با بقیه رنکینگ‌ها فرق می‌کنه و کلا 150 اینطوری است. خیلی جای خوبی نیست. حالا من بگم که چی شد که مکمستر خیلی سریع ریجکت کرد. مکمستر دیپارتمان کمیکال انجینیرینگش مثلا 40 تا استاد داره. حتما از شما انتظار میره وقتی میخواید کانادا اپلای کنید حتما سوپروایزرتون رو قبلش انتخاب کرده باشید. یعنی بجز یکی یا دو جا، همه جا میخوان که شما سوپروایزر رو داشته باشید. اگرچه کانتکت برقرار کردن برای آمریکا خوبه، ولی برای کانادا واجبه. یعنی اگر این کارو نکردید حتما اپلای نکنید، چون پولتون رو دور می‌ریزید. ادمیشن ها هم همه معمولا $100، کلگری 130 و خورده دلاره و بریتیش کلمبیا $154. یعنی ادمیشن اپلیکیشن فی هم واقعا بالاست و نمی‌صرفه یعنی ریسک کنید. حتما سوپروایزر انتخاب کنید. یه مثالی هست، شما میرید تو صف نونوای نون می‌خرید، اگر که اصغر آقا آشنا باشه 2 تا بهتون میده. این میشه اپلیکیشن تو آمریکا. یعنی شما تو صف وای نمیستید، زود نون رو میگیرید. ولی تو کانادا مثل نونوایی نیست، حتما باید اصغر آقا رو بشناسید تا نون بگیرید، انگار قطعی اومده. دانشگاه بعدی واترلو هست. من از واترلو هم ریجکت شدم. در واقع واترلو طوری پروفایل ادمیشن رو وا می‌کنید، حتما باید اسم استاد سوپروایزرتون با فایلش مشخص شده باشه. یعنی باید اینقدر تاکیدش رو پیدا کردن سوپروایزر بالاست
که اگه سوپروایزر پیدا نکردید فکر می‌کنم شما مستر آف انجینیرینگ می‌خواید بیاید. حالا نمیدونم کانادا هم دو مدله، یا مستر آف ساینس میگن داخل پرانتز نان تیزس یا تیزس، یا بهش میگن مستر آف انجینیرینگ. اینم رنکینگش همچین خوب نیست، حالا وبومتریکس سر پرت رنکینگاش، ولی خب 12 این حدوداست. رنکینگ مثلا اینترنشنالش هم 150 تا 200، خیلی جای خوبی نیست، ولی خب دیگه اینطوری برخورد میکنن. اینم بقیه دانشگاه‌های خوب اونتاریوه. البته یکی از دوستان اومد اتاوا پذیرش گرفته بود دیگه، من جان نمیشد بزنم. کوینز و وسترن اونتاریو، یورک و ریرسون معمولا جایی که بچه‌ها پذیرش میگیرن یا مثلا اپلای میکنن. نه اینجوری ریجکت نشد. خب حالا چجوری انتخابش میکنیم؟ اگر معدلتون خیلی خوبه، مثلا 18 بالاست، اگه تافلتون خیلی بهتره و حتما هم جیاری دارید، یک کار اکستراوردینری کردید، یک کاری کردید که بقیه نکردن. یا اس آی دارید به عنوان بچلر استودنت، تو مسابقه بین‌المللی شرکت کردید، المپیادی بودید، حالا طلای جهانی داشتید، طلای کشوری داشتید. اگه پتنت یو اس و کانادا داشتید، پتنت معروف داشتید، حتما تورنتو رو امتحان کنید. در غیر این صورت اصلا طرفش هم نرید. اوکی. اگه معدلتون بالای 17 بود، تافلتون بالای 100 بود، تی ای بودید یا آر ای بودید، میتونید مک‌مستر واترلو رو انتخاب کنید. ولی باز دوباره میگم چیزی که خیلی مهمه کانتکته. یه حالت هم پیش میاد که شما بتونید از این دانشگاه پذیرش بگیرید و یه همچین رزومه خوبی رو نشید. اونم این که کانتکتتون با استادتون طور باشه که استاد پروژه‌تون واسطه بین شما و اون دانشگاه خوب باشه. مثلا نمونه داریم یه دانشجویی بوده تورنتو گرفته، اصلا نمره تافل خوبی نداشته، اصلا نمره جیاری نداشته، معدلش هم خیلی معمولی بوده، ولی یه استادی که تو تورنتو بوده با استادمون توی این دانشگاه کانتکت داشته. این دانشجو رو فرستاده برای مثلا پی اچ دی. در این صورت شانس داره. اوکی. ایالت خیلی معروف بعدی کبکه که همه دربارش میدونن. در واقع کبک ایالت فرانسه زبانه. بزرگترین شهرش مونترال و مرکزش کبک سیتیه. این خیلی هواش سرده. منهای 14 منهای نمیدونم با کدوم شهر ایران قابل مقایسه است، ولی خیلی سرده دیگه. کاپشنا میگن 5 لایه است. ولی باز اینم خوشگله. این دانشگاه خیلی معروفش دانشگاه مکگیل، رنکینگش معمولا نشنالی 3 هست. کلا این سه تا دانشگاه بریتیش کلمبیا، تورنتو و مکگیل کلا بالاتر از بقیه دانشگاه‌ها، یه فاصله خیلی گپ زیادی دارن با بقیه دانشگاه. رنکینگش هم خوبه مکگیل. چیزی که مهمه اینه که دقت کنید که هیئت علمیه‌شون زیاد بشه. مثلا مثال میگم هیئت علمی دپارتمان کمیکال مکگیل 13 نفره. با این حال رنکینگش تو کمیکال انجینیرینگ مثلا 15. شما ببینید که اولا فیلدتون چیه، تو اون دانشگاه میخواید کار کنید با اون استاد، کانتکت رو اینجوری برقرار کنید، به پروفایل ها رو نگاه کنید، ببینید فیلد استادتون چیه، به فیلد شما میخوره یا نمیخوره. حالا تعدادشون چجوریه، چند تا استاد داره، اینا خیلی مهمه، شانستون رو بیشتر میکنه. اگه استاد کم باشه، اگه فیلد به شما نخوره، واقعا شانستون پایینه. ایالت بعدی آلبرتا هست که من خودم ازش پذیرش گرفتم. میراث آلبرتا هم از اونجا ساختن. این ایالت باز دوباره انگلیسی زبان هست، مرکزش ادمونتون هست، ولی بزرگترین شهرش کلگری هست. این خیلی سردگی. منهای 17 منهای 15 دماها تو این رنجه، یعنی تقریبا بخشی از زمان روز رو صرف گرم کردن خودتون میکنید تو درس خوندن. که دانشگاه آلبرتا چهارمین دانشگاه کاناداست، معمولا چهارمه به جز وبومتریکس که میگه پنجمه. رنکینگش بین 100 100 خورده‌ای 120 من تو همون هولوهوش 100 میچرخه. معمولا ریکوایرمنتاشو اگه بخوام بگم آیلتس 6.5 یا 7 میخواد. یه دانشگاه داشت بخوام محیط زیستش 6.5 میخواد، نو آفنس. و بقیه دانشگاهاش 7 میخواد و تافل 92 به بالا. معمولا هم ذکر میکنم برای دانشجوهای ایرانی معدل بالای 16 باشه. دانشگاه دوم ایالت آلبرتا دانشگاه کلگری است. رنکینگ ملیش خیلی خوب نیست، ولی خب برای یکی از دانشگاه‌های خوب دومین دانشگاه در واقع ایالت آلبرتا است. رنکینگ جهانیش هم بین 220 تا 250 است. جای خوبی، هواش بهتر از ادمونتون.
ایالت آخری هم که حالا بررسی می‌کنیم ایالت بریتیش کلمبیا است. بریتیش کلمبیا شهر معروفش ونکوور هست، زبانش انگلیسی هست و مرکزش هم ویکتوریا هست. این خیلی همه چی اوکیه، یا کنید هواش خوبه، زندگی خوبه، همه چی خوبه توی ایالت بریتیش کلمبیا. قشنگ هم هست. دانشگاه معروفش بریتیش کلمبیا است، معمولا دومه به جز باز به اومتریکس که میگه اوله. این دانشگاه جیاریش توش ریکامندده تو بیشتر رشته‌های مهندسی، حداقل به جز علوم انسانی. رنکینگ بین‌المللیش هم تو مایه 30-40 زیر 40 معمولا. این رنکینگش هم خوبه. باز دوباره وضعیتی که پیش میاد مثل تورنتوه، خیلی آدم‌های خیلی خوبی رو میگیره. خیلی کلا سیستم کانادا اینطوریه که خرخون محوره، دنبال معدل شما میگرده. اگه معدل خیلی خوبی دارید میتونید تو 4-5 تا اولش اپلای کنید، وگرنه دنبال برید پایین‌تر. اینم دانشگاه سایمون فریزر هست، دانشگاه بعدی که توی ایالت بریتیش کلمبیا هست. اینم رنکینگش خیلی مثلا به پای بقیه نمیرسه، 8م تا 17م اینترنشنال هم بین 200 تا 300. رنگ خیلی بالایی نداره، ولی خب دانشگاه خیلی خوبه، خیلی رپیوتیشن خوبی داره، خیلی معروفه. معمولا برای رنج معدل 16-15 اینا خیلی بچه‌ها پذیرش میگیرن از اینجا. اگه خدایی نکرده باباتون پول داره میتونه شما رو مستقیم بفرسته با پول خودتون، میتونید تو این لیست در واقع هزینه‌ها رو ببینید برای حداقل اون قسمت پست گریجویت تویشن‌ها که برای اینترنشنال استودنت‌ها $14,000 در سال، $16,000 اینطوری رنج قیمت تا $20,000 $22,000 تغییر می‌کنه. و 20 تا 15 معمولا قیمت‌های خوبی، حالا 12,000 تا خوبه. این یکی سایمون فریزر مثلا خیلی ارزونه، توی گریجویت استودنت 4,000 تا 6,000. اوکی، حالا بین اینایی که گفتم و خیلی از دانشگاهایی که معرفی نکردم چجوری بیام یه دانشگاهی رو انتخاب کنیم؟ اول از همه خیلی مهمه که خودمون رو بشناسیم، بدونیم که چی کار می‌خوایم بکنیم، جی پی ایمون چقدر، چه معدلی داریم، توانایی زبانیمون چجوریه. اگه فرانسه بلدیم مثلا برای ایالت‌های مثلا حالا هول و هوش کبک و اونتاریو اینا یه امتیاز مثبته. اگه تافل می‌خوایم بدیم یا آیلتس می‌خوایم بدیم، مثلا تافل آیلتسمون چقدره. اگه پابلیکیشن داریم کجاست، مثلا آیلتس های کانفرنس پیپر چجوریه. اینا رو که نگاه می‌کنیم هول و هوش رنگ دانشگاهی که می‌خوایم مثلا تو دیسیپلین خودمون، تو رشته خودمون بهش برسیم رو دستمون میاد. پس میام رنکینگ ها رو نگاه میکنیم. دقت کنید که هر رنکینگی یه معیاری داره برای خودش. دقت کنید چند تا رنکینگ من نشون دادم فرق میکرد عددا. سعی کنید معیارهایی رو که به مثلا مد نظرتون هست رو بدونید از اون چه معیاری چه رنکینگی رو دارید نگاه میکنید. بعد اینطوری یه لیستی تهیه کنید چند تا دانشگاه توش باشه. برید تو هر دانشگاه ببینید چه ریکوایرمنتی داره. اگه جی پی ای میخواد چه جی پی ای داره. اگه تافل، اگه آیلتس، اگه جی آر ریکامندد، هر کدومشون چه مینیمومی داره که شما حداقل بتونید شروع کنید به در واقع کانتکت برقرار کردن، ببینید تو اون حد هستید یا نه. اگه هم خیلی آدم حساسید آب و هوا رو نگاه کنید، حداقل برای کانادا که خیلی سرده. در انتها میتونید حالا این 20 تا دانشگاه حالت کلیه، فقط اگه کانادا میخواد بگید خیلی کمتر، چند تا دانشگاه رو انتخاب کنید و شروع کنید با استاد ارتباط برقرار کردن. همونطوری که دوست قبلی اومد از ایمیل زدن رو گفت که خیلی واجب هست تو کانادا. اوکی، دقیقاً فرآیند ایمیل زدن رو باید طی کنید که ببینید که آیا اوپن پوزیشن دارد اون دانشگاه یا نه. اگر اوپن پوزیشن داشت به شما به عنوان مستر یا پی اچ دی میتونه اسکولارشیپ، فلوشیپ یا هر جور فاینانشال ساپورتی باشه در نظر بگیره براتون یا نه. باید ببینید که در واقع حتما هم باید قبلش در واقع سوپروایزرتون رو انتخاب کنید. دیگه اون تکنیک پیدا کردن سوپروایزر رو نفر قبلی اومده گفته، فقط باید بدونید که اگر سوپروایزر نداشتید اون دانشگاه خاص اپلای نکنید. بر همتون هم آرزو موفقیت می‌کنم.